اسرائیل صبح 13 میون به چند شهر ایران از جمله تهران حمله کرد. مقامات اسرائیلی گفتند که هدف حمله پیشگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. در پی این حمله ها رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران محمد باقری، حسن سلامی فرمانده سپاه پاسداران، امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروهای هوایی ایران و چند دانشمند فیزیک کشته شدند. مقامات ایران اعلام کردند که پاسخ سختی خواهند داد. پیش از برنامه از همکارم کیان شریفی شارح رادیو آزادی پرسیدم که از بین بردن چند فرمانده بلندپایه و حمله به چند مکان مهم ایران معنای آن را ندارد که اسرائیل در داخل این کشور دستی درازی دارد؟ کاملا اونجوری که طبق گزارشی که ما خوندیم و دیدیم اسرائیل تونسته وارد حریم هوایی ایران بشه و به مقرهای خیلی حساس و حتی مکانهای مسکونی توی خود تهران که میشه وسط ایران حمله بکنه. رسانه‌های اسرائیلی یه چیز جالب دیگه هم میگن اینه که اسرائیل توی ایران یه مقر پهپادی ایجاد کرده بوده که از طریق اون این حملات رو انجام داده که اگر درست باشه نشون میده که چقدر اسرائیل در عمق خاک ایران و در عمق اطلاعاتی ایران نفوذ کرده. رسانه‌های ایران از احتمال لغو شدن دور نوبتی مذاکره هسته‌ای این کشور با آمریکا خبر دادند. از کیان شریفی پرسیدم که تا کجا امکان مذاکره ایران و آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای وجود دارد؟ این گزارشی که رسانه‌ها میدن ولی ایران به طور رسمی اینو اعلام نکرده. حالا به نظر میاد طبق اتفاقایی که افتاده احتمال اینکه دور ششم مذاکرات در عمان که قرار یکشنبه انجام بشه برگزار بشه خیلی پایین اومده. این تصمیمیه که ایران احتمالاً باید تا فردا بگیره که آیا میخواد بره به این مذاکرات یا نه. اینجاست که اصلا تصمیم مهمیه، چون اگر ایران بخواد بره به این مذاکرات یعنی دیپلماسی رو انتخاب کرده و میخواد تنش‌ها رو بیاره پایین و اگر نره یعنی میخواد به یه طور دیگه جواب اسرائیل رو بده و دیپلماسی دیگه چاره نیست. از کیان شریفی اینچنین پرسیدم که تا کجا ایران پس از این حمله جدی در پی ساختن سلاح هسته‌ای خواهد شد و عموما در این شرایط ایران چه راهی را انتخاب خواهد کرد؟ احتمالش هست. ایران قبلا هشدار داده بود که اگر اتفاق خاصی بیفته مثل همین حمله ممکن از معاهده‌ای که جلوی تولید بمب هسته‌ای رو میگیره خارج بشه و بعضی از کارشناسان میگن که این حمله اسرائیل شاید به ایران این موقعیت رو بده که از مشروعیت بین‌المللی برخوردار بشه که واقعاً یک بمب هسته‌ای تولید بکنه. سپاس از همکارم کیان شریفی که درباره حمله آخر اسرائیل به ایران صحبت کرد.